دیگه. شهر بزرگی مثل تهران داریم مثلا 10 میلیون حدوداً جمعیت، شهر به تمام معنا کلان شهر. اما یعنی اون اتفاقات میفته. اما این جنبه، حالا این بخش مادی فرهنگ، بخش غیر مادی فرهنگ بخشی هستش که به ارزش‌ها، نگرش‌ها و در واقع باورها، مفاهیمی که ما باش سر کار داریم ارتباط پیدا می‌کنه. شما مثلا یه مثال ساده بزنم، ماشین و خود به اصطلاح وسیله‌های نقلیه‌ای که ازش استفاده می‌کنیم بخش مادی فرهنگی، هممون هم داریم استفاده می‌کنیم. اما چگونگی رانندگی کردن بخش غیر مادی فرهنگه، یعنی پذیرش یک نوع نگرش‌هایی که ما وقتی پشت ماشین میشینیم بدونیم که توی این ماشین که نشستیم اینجوری دیگه یه کارهایی نباید بکنیم، یه کارهایی باید بکنیم، اون کارهایی که نباید بکنیم واقعا نکنیم، اون کارهایی که باید بکنیم انجام بدیم. نتیجه این نگرش، یعنی درک این مفهوم، اون موقع نهایتاً توی کلان نظام اجتماعی چی میشه؟ ماها که توی بخش غیر مادی فرهنگ مثلا نتونستیم آداب به اصطلاح کار کردن یا قواعد استفاده از ماشین که اینا جنبه‌های ذهنی نظری دیگه تا به رفتار تبدیل میشه فرا بگیریم، میشیم کشوری که سالانه حدود 30,000 نفر در حوادث جاده‌ای جان انسان‌هامو از دست میره. کشورهای اروپایی که سرانه ماشین به جمعیتشون از ما بالاتر هست، اون موقع مثلا گاهی به عددهای 1000 و 2000 هم نمیرسن. نتیجه ببینید ما ماشین داریم اما بخش غیر مادی فرهنگ که همون حالا کیفیت استفاده از ماشین، آداب، قواعد، مقررات اینها رو نتونستیم در واقع ایجاد کنیم. و خیلی از عرصه‌ها و حوزه‌های دیگه، ببینید مثلا در نظام سیاسی، حزب سیاسی در نظام دموکراتیک اروپایی برای چی ایجاد شده؟ برای اینکه افرادی وارد بشن بر اساس یه نوعی حالا نخبه سالاری توی رقابت‌های حزبی و اینا رقابت کنن و نهایتاً هم مردم مثلا تصمیم بگیرن که در انتخابات کی بیاد کی نه. خیلی وارد بحث‌های چالش برانگیزش نمیخوام بشم. اما مثلا وقتی تو کشورهایی مثل ما وارد میشیم، اینو مثلا یک لبنان رو نگاه میکنیم، حزب یه نهاد مدرنه به عنوان بخش مادی میشه خود حزب رو، یعنی شما یه تشکیلاتی، سازمانی که یه کمیته مرکزی داره، یه نمیدونم کادر رهبری داره فلان، اینها و یه سری هم افرادی که عضو هستن و بعد این توی نظام سیاسی اجتماعی فعالیت میکنه. ولی وقتی مثلا توی کشوری مثل لبنان وارد میشه، این نهاد مدرن به دلیل اینکه جنبه فرهنگی موضوع هنوز خوب فهمیده نشده، همون دو تا عنصری که خصوصا موضوع حق طبیعی که عرض کردم خوب فهمیده نشده، یا عقلانیتی که میتونه به کارآمدی به انجام خوب فهمیده نشده، مثلا شما ببینید حزب سوسیالیست ترقیخواه لبنان، اسمش سوسیالیست ترقیخواه، همه اینا مدرنه، این همه مفاهیم مدرنه، ولی عملاً انگار که نظام طایفگی اونجا، پدر میمیره آقای ولی جنبلات، پسر میشه رهبر حزب. شما تو هیچ حزب اروپایی تقریبا با استثناءهای گاهی ممکنه ولی تقریبا داریم مثلا احزاب به صورت موروثی مثلا رهبری هاشون، یا به جهان عرب نگاه کنه مثلا حزب بعث سوریه، حزب بعث مثلا عراق، اینا حزب بعث حزب سوسیالیست، ناسیونالیست، اینا همون مفاهیم مدرن را، ولی بعداً توی نظام اجتماعی ما که اون ارزش‌های فرهنگی مدرن انگار هنوز خوب جذب نشده، همین حزب تبدیل میشه به یک نظام طایفگی. مثلا در سوریه علوی‌ها فقط انگار عمدتاً حالا حزب بعث هم، پدر میره جاش پسر میاد. شما عرض کردم هیچ حزب اروپایی نداری
رهبر حزب پسرش یا وزرا میاد تو حالا از این نظام حزبی به نظام نخبه سالار به کارآمدی در رقابت با احزاب دیگه فکر میکنه، میدونه اگه این کار رو بکنه اولین در واقع نقطه شکستش هست در رقابت‌هاش با دیگران، خیلی بحثای دیگه. اما چون ما این نهادهای مدرن یا اون بخش مادی فرهنگ اومده، بخش غیر مادیش خیلی، من برای اینکه این رو یه خورده به عینه هم نشون بدم یه چند تا تصویر نشون میدم. عمدتاً این تصویرها مربوط به حالا همون ترافیک و راهنمای رانندگی و اینجور چیزاست، ولی دقیقاً به نظر من مصداق حرف ماست و شما میتونید این رو در همه عرصه‌های زندگی باز جلوه‌هاش رو ببینید که چگونه وقتی که بخش عینی به جنبه‌هایی مثلا شهرنشینی، صنعتی شدن، نمیدونم جهانی شدن چه اینا اتفاق میفته، ولی اون جنبه ذهنی اتفاق نمیفته. شما با دو اساساً جامعه متفاوت روبرو میشین. حالا من یه چند تا تصویر رو اینجا خدمتتون نشون بدم. از اون اولی شروع کنم که ببینید این تصویری که دارین این تصویری که از اتوبان همت تهرانه، یه شهر میلیونی پرترافیک پرماشین دیگه. ترافیک تقریبا اکثر شهرهای جهان، شهرهای بزرگ دنیا، چه صنعتی مدرن اروپایی یا آمریکایی، مثلا نیویورک شهری که ترافیک داره، لندن شهری که ترافیک داره، ساعتهای خاصی ترافیک داره. به هر حال ترافیک و وفور ماشین نتیجه حالا یه مقدار همین دنیای مدرنه که خود این یه آفته که البته باید براش این دارن براش فکر میکنن، یعنی الگوهای جایگزین و بحث این چنینی. ولی میخوام به هر حال این فراوانی ماشین در شهرها ویژه تهران نیست، در نیویورک و جای دیگر هم هستش. اما کیفیت کار کردن با ماشین و رانندگی رو این رو نگاه کنین و این رو. هر دو ماشین دیگه اتوبان ما داریم، اونا هم دارن. ما برنامه تکنولوژیشون که الان دیگه برنامه ساختن اتوبان و پل هوایی اونا بومی شده، یعنی مهندسای خودمون میسازن. ولی اینجوری رانندگی کردن، این تصویر اگه بزرگ بشه حالا شاید بهتر بتونه نشون بده که چه اتفاقی افتاده. ببینید رانندگی یه قواعدی داره، این قواعد رو گذاشتم به ما هم میگم، آموزش ظاهرا میدم. مثلا شما وقتی رانندگی میکنید باید فاصله های مطمئنه ای رو بین جلویی رعایت کنید که اگه اون و یه قواعدی داره، یه نظمی داره. آیا ما به عنوان ایرانی که آخرین مدل ماشین هم ممکنه بهمون بدن و بگذاریم زیر پامون سوار بشیم و پوزش رو میتونیم اینجوری رانندگی کنیم؟ یاد گرفتیم اینجوری رانندگی کنیم. چرا حالا این اتفاق نیفتاده؟ چون ماشین سوار شدن کاری نداره، اما اینجوری رانندگی کردن یک نوع تحول، یعنی یک نگرش، یک تحولی در بینش و نگرش این آدم‌ها شکل گرفته و نظام اجتماعی تونسته این رو تولید کنه. نوعی عقلانیت شما در این می‌بینید، نوعی عقلانیت که نتیجهش اون موقع در این شکل به اصطلاح رانندگی هست. نوعی حتی بخوام بگم مفاهیم مثل عدالت در این می‌بینید، یعنی اینجا کسی جلوی کسی دیگه نمیزنه، کسی زرنگی نمیکنه، انگار بندازه بره حالا زد از ما جلوی کرد، مثلا نخواست که ترافیک کمتر از ما. شاید این حس رو دارین دیگه، جایی مثلا تو صف وایسادین ماشینا هم وایسادن، مثلا یه 4 تا میبینیم میرن اینجوری میان جلو، بعد شما احساس ظلم میکنید. ظلم که فقط این نیست که حالا مثل آقای مختلف ظلم جاهای مختلف، یکیش هم اینه دیگه. شما وقتی مثلا اینجوری رانندگی میکنید در واقع داریم به دیگرانی که وایسادن ظلم میکنید. این عادلانه تره، عقلانیتی که نتیجهش حتی عدالت هم میتونه باشه. این حداقل همین دو تا تصویر شاید شاهد خوبی باشه برای بحث من که مدرن شدن فقط استفاده از صنعت و تکنولوژی و فلان اینا نیست. اینا به راحتی
استفاده از تکنولوژی مدرن. اما این چند تا تصویری که من خودم از ژاپن گرفتم و اینا پشت چراغ قرمز وایسادن و شما فاصله ها رو در توقف نگاه کنید. این توقف هم که میکنن یه فاصله ها رو مقایسه کنید با ماها که در حرکت سرعت 120 و بالای 100 و اینا گاهی اوقات 1 متر هم فاصله با ماشین جلویی نداره. خب خیلی روشن دیگه اگه اونجا یه دفعه تو روز بزنه ما رفتیم تو اون تصادف و مرگومی رو نتیجه کلیش اونجا اگه اتفاقات نمیفته یا اگه افتاد کم میفته. ما میشیم 30,000 نفر به رکورددار تلفات مثلا جاده‌ای حوادث ترافیکی در دنیا. اما اینا نه، ما اینکه ماشین زیاد دارم ماشینا خیلی حالا ممکنه مثلا شما از این ماشینا مدل اینجوری تو تهران هم ببینی، اما همون کسی که تو تهران با این ماشین رانندگی میکنه حتی به لحاظ ذهنیت یاد نگرفتیم، یعنی نفهمیدیم که آقا وقتی میخوای بپیچی سمت راست باید راهنما بزنی که دیگران بفهمن که شما چیکار میخوای بکنی که مثلا این امکان تصادف و اینا کمتر کنید. من اینا میگم عقلانیت مدرن. این عقلانیت مدرن اگر در یه جامعه شکل نگیره یا مثلا حالا شما این یه صف هست، این من خودم با سوی فرودگاه دبی گرفتم و یه آدمایی که صف وایساده البته اروپایی هستن مثلا مقایسه کنیم با این گرافیکی هم یکی کار کرده شرق و غرب رو مقایسه کرده که اونجا صف اینجوری تشکیل میشه بالا با صف اینجوری. شما مفهوم آیا این عاقلانه تر هست یا این یکی؟ آیا نمیدونم این عاقلانه تر هست یا این؟ آیا این به عدالت نزدیکتره یا این؟ آیا این حریم و حوزه خصوصی آدم‌ها رو میتونه بیشتر نگهداری یا این؟ یعنی شما وقتی این مثلا صف رو نگاه میکنین اونایی که به تجربه گفتید تو اروپا اینا دارن میبینید مثلا اونجا کسی که میره پشت بانک مثلا داره یه کاری انجام میده دیگه مفهوم میگه آقا این حوزه حریم خصوصیشه، من نفر بعدی حق ندارم برم اینجا بچسبم بالای سرش که کی پول میده کجا پول میده چقدر پول میکشه، من باید یه فاصله ای رو رعایت کنم یه متر عقب‌تر وایسم این کارش که تموم شد بعد من برم. اینا ارزش‌های مدرن از عقلانیت و همین حقوق همگانی که عرض کردم که مصداق‌هاش نهایتاً تو زندگیشون اگر در ذهن و ضمیر ما به عنوان افراد و اگر در کلیت نظام اجتماعی به تدریج وارد بشه موقع مصداق‌هاش شما اون موقع دیگه ترافیک مثلا از اینجور چیزا خیلی دیگه اینجوری ترافیک تهرانتون هم میشه مثل اونجا دیگه هیچ دلیلی نداره که شما تو تهران مثلا نتونید اونجوری رانندگی کنید. همونجوری ترافیک تو صف معطل میشه. اما حدود و حریم و قواعد و اینا رو یاد گرفتن که حالا بحث رو بگذارم از این چیز. ببینید اینجا برای اینکه یه خورده موضوع رو نزدیکتر کنیم به همون چیزی که من هم توی اون یادداشت اشاره کردم که موضوع دین، نهاد دین. ما توی کشورهای جهان اسلام همیشه این مشکل رو که داشتیم که آیا ما نسبتمون با مدرنیته تو جنبه فکریش چیه؟ جنبه فکریش برام مهم هست. جنبه عینیش هم داریم. از همه مدرن‌ترین تکنولوژی ها سنتی ترین مذهبی های ما حتی ضد غرب ترین مثلا فرض کنید جریان های سلفی، جریان های القاعده اینا رو اگه بگیم خیلی سنتی و ضد مثلا تمدن مدرن و غربی اونا هم از تکنولوژی غربی تقریبا راحت استفاده میکنن. بگذاریم که حالا وقتی که حتی این تکنولوژی هم وارد شده چون از بیرون اومده گاهی یه مقاومت‌های اولیه‌ای در مقابلش بوده بحثه، ولی این دیگه الان تمام شده است. یعنی از تکنولوژی همه استفاده میکنن و دستاوردش حتی مثلا از ماهواره از اینترنت و همه این چیزا. حالا ممکنه بگم مثلا این چیزای خاصش خوب نیست اما خود تکنولوژی رو باش مشکلی ندارن. اما توی اون دو تا مفهوم عقلانیتی که نوعی خردگرایی این جهانی مبناش هست و مفهوم حقوق همگانی، حقوق بشر، اینا یه مقدار مشکلات سنت دینی ما با این مفاهیم بود یا حداقل باید تکلیفمون رو روشن کنیم. ما از زمانی که مواجه شدیم با تمدن غرب دیگه از این ببندم که حواستون میگه این
نباشه. عرض کنم که بحث این دین و ارزش‌ها و مفاهیم دینی نسبتش با این ارزش‌های مدرن چی هست؟ دو تا موضع هم وجود داشته. یه موضع نفی بوده، این کلیت تمدن جدید غربی یا جهان مدرن رو نفی می‌کنم، یا اصلا این یه بیراهه هست، یه انحراف هست در مسیر مثلا تاریخ و باید دوباره برگردیم به همون دنیایی که مثلا سنت‌های دینی درش حاکم است. معمولا مثلا جریان‌های سلفی، حالا در بین مثلا شیعه، سنی، گروه ما در بین همه کسانی هستن که اینجور موضعی داشتن. یه جریان دیگه، یه جریان ترکیبه و این ترکیب هم معمولاً به دو شکل مطرح می شده. یه شکل ترکیبی هست که می گفتن این ارزش های مدرن، خصوص این دو تا وجهی که من مطرح کردم، مثلا همین عقلانی شدن و مفهوم حقوق همگانی، این ارزش ها و مفاهیمی نیست که با سنت دینی ما بیگانه باشه. درسته که در دوره مدرن برجستگی بیشتری پیدا کرده، در دوره سنت کمتر در واقع روی اینا تأکید می شده به دلیل شرایط خاص جامعه سنتی. اما اگر به متن دینی رجوع کنیم و به اون معیارهای در واقع بانیان دین در سنت دینی خودمون رجوع کنیم، اینا ارزش‌هایی نیست که معارض باشه با ارزش‌های دینی. در نتیجه اگر هم سنت دینی ما با اینها تعارضی ظاهرا یا فعلا داره، ما باید مثلا سنت دینی رو به گونه‌ای باز تفسیر کنیم که با این ارزش‌ها بتونه سازگار باشه و این سازگار کردن هیچ مشکلی هم با مثلا خود دین و دیانت نخواهد داشت و ایجاد نخواهد کرد. اما یه نگاه دیگه ترکیب بوده، گفتن حالا سنت برای خودش یه ارزش‌هایی داره، این جهان مدرن هم یه ارزش‌هایی داره، برخی از اینا پذیرفتنی هست، برخی پذیرفتنی نیست. ما باید بیم بین این دو تا جنبه‌های خوبش رو بگیریم، هم از سنت خوبش رو بگیریم، هم از جهان مدرن اون جنبه‌های ارزشیش به خصوص چیزای خوبش رو بگیریم که با سنت دینیمون هم تعارض نداره و اینا رو بتونیم با هم آشتی بدیم. این حالا من خیلی وارد این جزئیات این حداقل سه تا موضعی هستش که مطرح بوده، وجود داره، همین الان هم هست، نمایندگانی داره، کسانی که ممکنه به خصوص شماها بشناسید، چه در بین اهل سنت، چه در بین به اصطلاح تشیع و علمای شیعی، در بین هر دو نظر وجود داره، یا روشنفکران حالا مثلا دینی برخی دیدگاه ویژه‌ای دارن. من وارد اون بحث نمیشم، ولی یه نکته‌ای که به نظرم حالا در حضور مشایخ و روحانیون محترمی که اینجا هستن مطرح می‌کنم، به نظرم ماها هم حالا بخصوص نقش و رسالت روحانیون ما تو این قضیه خیلی مهم هست، هم ماها به عنوان مردمی که به هر حال توی جامعه دینی پرورش پیدا کردیم، سنت‌های دینی داریم، از اون سنت‌ها بهره‌مند میشیم، استفاده می‌کنیم، باید برای خودمون این مسائل رو حل و فصل کنیم. یعنی باید وقتی که از دین صحبت می‌کنیم به این نکته توجه کنیم. این دین از جهان سنت به ما رسیده. جهان سنت جهانی هستش که باید حالا در واقع این بخصوص علمای دین تأمل کنن که آیا همه آنچه که به نام مثلا سنت امروز داره به نام دین و سنت مطرح میشه واقعا بخشی از دینه یا بخشیش نه، اصلا مال سنت ربطی به دین اصالتا نداره. من یه مثال ساده میزنم. یعنی یه زمانی مثلا تو جهان سنت مخصوص به جوامع اسلامی نبوده، به جوامع دیگه هم بوده، توی جوامع اسلامی بوده هم اسلامی هم بوده، هنوزم باز دیدگاهی هستن که از این دیدگاه حمایت میکنن. خانم‌ها نباید درس بخونن، نمیخوندن قبلا دیگه، حالا
برخی هنوزم روی این موضوع میگن اینو بخشی از سنت دینی میدونن. در حالی که مثلا فرض کنید ممکنه به راحتی امروز اکثر علما و مشایخ اونا میگن که این ربطی به دین نداره، این سنت‌های جامعه‌ای بودی که این باور رو مثلا یواش یواش ایجاد کرده. اما مثلا اگر به سنت پیامبر، به اون مضامین و مفاهیم مثلا قرآن رجوع کنیم، می‌بینیم که اصلا این محدودیتی نه برای زنان وجود نداره تو درس خوندن. این یه مثال خیلی شاید ساده باشه، امروز ما کاملا از این عبور کرده باشیم، یا حتی هنوز هستن مثلا در افغانستان طالبان هنوز خیلی جدی این دیدگاه رو مطرح میکنن، به عنوان دین هم مطرح میکنن. نمیگن که این، میگن نه این سنت دینیه، این مغایر دینه، مغایر ارزش‌های دینه. برای این رسالت و وظیفه همه ماست به عنوان دینداران که بتونیم یه بازنگری به سنت بکنیم، ببینیم این سنت چه بخشیش واقعاً برآمده از دینه، چه بخشیش در طول زمان آرام آرام حالا وارد دین شده، به نام دین گفته شده، بعد آنچنان تثبیت شده که مثلا دیگه فکر می‌کنم واقعاً دینیه. این کار مهمی هستش که همه ما چه در این روستا، چه در سطح کلان کشوری، چه در سطح مثلا جهان اسلام، حالا از هر دیدگاه و نظریه‌ای که هستن باید بهش فکر کنیم. دومی که میگم چه تفسیری از دین اگه مطرح بشه میتونه به یک زندگی عادلانه تر، اخلاقی تر، آسوده و آرام، چه در خانواده چه در سطح جامعه کمک کنه. چرا؟ من اتفاقا امروز که دومین باری بود که اینجا نماز جمعه میرفتم، چون این سفر قبلی هم اومدن روز جمعه بود رفتم، امروزم رفتم. جناب امام جمعه بحثی که اونایی که حضور داشتم مطرح کردن، ببینید این بحث به نظر من بحث خیلی مهمی بود. یعنی من به عنوان یه فردی که حالا از این حوزه جامعه شناسی خونده که حالا این با این مفاهیم درگیرم، به نظر من این نوع بحثی که ایشون مطرح کردن که بعدم بهشون گفتم خیلی استفاده کردم و لذت بردم، ایشون گفتم من چیزی نگفتم به غیر از دین و متن دین. من گفتم آره همینطور، منتها بحث اینه که به نام دین و متن دین گاهی حرفای دیگه هم میزنن که دستوش نه اخلاق در میاد، نفرت در میاد، خصومت در میاد، جنگ در میاد، خشونت در میاد. یعنی درسته، یعنی منم باز با ایشون هم عقیده و هم باور هستم بعد متن اصیل دین دقیقا همینه، به خصوص با تأکیدی که داشتن که شما میگید در واقع تبلور ایمان در زندگی عینی اجتماعی، بحثی که خیلی دغدغه جدی من بوده. دو سه تا مقاله‌ام توی این موضوع نوشته و منتشر کردم که چرا ما دینداریمون نتونسته تبدیل بشه به تجربه‌های اخلاقی در زندگی امروزین اجتماعی. یعنی همین چیزی که مثلا توی این رانندگی شما وقتی بهش نگاه می‌کنین، به نظر من مثلا یه دیندار باید بگه مدل دینی رانندگی کردن اونه. یعنی اگه شما عدالت براتون مهمه، نظم مهمه، امنیت مهمه، جان انسان‌ها که اینا همه توی دین به شدت روش تأکید شده. به ما میگن مثلا اگه جان یک انسان رو نجات بده انگار که جان همه بشریت رو نجات داده. حالا اگه شما بیای یه تمهیداتی در رانندگی ایجاد کنی که نتیجه اون بشه به جای اینکه 30,000 نفر در سال بمیرن در حوادث این چنینی جانشون از دست بدن، حالا یه تعداد زیادی معلول و چه میگه بشه مثلا بشن 10,000 بشن 5,000. آیا این به دیانت نزدیکتر نیست این مدل؟ آیا نباید ترجمه در واقع اخلاق دینی به باز بخصوص تأکیدی که ایشون داشتن بس فقط نیست مؤمنین حرمت انسانها رو نگه داشتن، فقط حفظ حرمت مؤمنین نیست. چون ما یکی از مشکلاتون باز در برخی از تفسیرهای دینی اینه، میگیم من شیعه هم، اون سنیه، من حقم، اون باطله، حالا اون که باطله هر کاری میشه باش کرد. من نمیدونم
شیعه اینجوری هم یا من سنی هم حقم او شیعه باطله مثلا شیعه حالا سر و هر بلایی میشه. یعنی حفظ حرمت انسان دقیقا همون ارزی که مطرح کردم، مفهوم حق بشر با این تفسیری که ایشون امروز در واقع ترجمه دقیقا حالا اگه اشتباه نکنم کلمه ترجمه عملی ایمان در زندگی اجتماعی، خب این یه نوع تفسیر از دینه که به ما کمک میکنه عادلانه تر زندگی کنیم، اخلاقی تر زندگی کنیم، حرمت انسانهای اطراف خودمون صرف نظر از این که دین و عقیدهشون با ما یکی هست یا نیست رو حفظ کنیم. آیا چنین تفسیرهای از دین به حالا همین موضوعی که عرض کردم به یک زندگی عادلانه اخلاقی که هدف یا غایت رسالت ادیان این جهانیش بوده، حالا اون جهان هم باز یه فواید و نتایجی داره، اما این جهانی وقتی صحبت از اخلاق میکنیم باید در زندگی روزمره اون بیاد. به نظرم ما باید به این موضوع خیلی جدی فکر کنیم. ما که میگم این من، شما، همه کسانی که درگیریم بحث هستیم، علما بیشتر، حالا حتی مردم معمولی هم به همین ترتیب، کدوم تفسیر از دین، کدوم برداشت از دین به این نوع زندگی کمک بیشتری میکنه و این دغدغه مهمه. اگه این کار رو تونستیم بکنیم به نظرم خیلی ما مشکلی نخواهیم داشت که بین برخی از ارزش‌هایی که من این دو تا ارزشی که مطرح کردم، عقلانیت تا ایشون، من خیلی برای اون اقتران این بحث ایشون و بحثی که من امشب کردم من به فالونی که تأکیدی که روی عقلانیت توی بحثاشون کرد. ببینید این یه تفسیر از دینه. خب این تفسیر از دین بله کمک میکنه که من ایشون با هم راحت‌تر بشیم، با هم زندگی کنیم. من از یک برای دیدگاه دیگه دارم، شما دیدگاه دیگه داریم، اما هر دو به عنوان انسان برای هم دیگه حرمت خواهیم. من حقوق شما رو به رسمیت میشناسم، شما حقوق من رو به رسمیت میشناسیم و یکی از جلوه‌های حرمت برای انسان‌های دیگر قائل شده همین به رسمیت شده حقوقه و این حقوق رو خیلی راحت میشه این رو با همون مفهوم حقوق بشر یا حق همگانی برای مداخله در سرنوشت خودشون، تعیین حاکمان خودشون، مدیریت بر خودشون رو تطبیق کرد و تطبیق داد. من میخواستم یه بحث دیگه رو هم که خود نزدیکتر بشون برخی از مسائل مطرح کنم، اون که حالا مصداقای این بحث توی توسعه روستایی چی میتونه باشه. اجازه بدهیم متوجه به این که من فکر کنم بیشتر از وقتی که برام پیش بینی کرده بودم صحبت کردم و دیگه اون بحث رو مطرح نکنم. قرار است انگار دوستان جوانمون از بلغان که کارایی کردن یا تحقیق کردن یا بحثایی که میتونه مکمل بحثای من باشه یا نه نمیدونم، شاید هم چون خیلی از مضمون محتواش خبر ندارم، شاید مثلا انتقادی باشه یا هر چیز دیگه برام مطرح کنه، از هم من هم شماها استفاده کنیم از صحبت اون دوستان. اگر فرصتی بود خوشحال میشیم که مثلا یه گفتگویی هم نقطه نظراتی اگر حضار محترم دارن راجع به بحثایی که من مطرح کردم، چه نقد چه حالا پرسش یا ابهام، اگر فرصتی باشه در خدمتشون. عذرخواهی میکنم که صحبتم طولانی شد. امیدوارم که بحثی که مطرح کردم، من به دوستان میگفتم من سخنران نیستم، معلم هستم بیشتر و گاهی اوقات هم موقعی که بحث میکنم در معلمی دانشجوام گاهی میبینم چرت میزنم. امیدوارم صحبتم طوری نباشه که شماها رو به چرت و اینا برده باشه و به هر حال از اینکه مصدق اوقاتتون تو شدم عذرخواهی میکنم. در خدمت شما هستم برای ادامه برنامه. و السلام علیکم و رحمت الله.
خوارزمی تهران به دلیل بیانات ارزشمندشون در این جمعیه پذیرایی داریم و بعد از پذیرایی بحثی درباره زندگی سنتی که توسط آقای محمد روستایی کارشناس ارشد حقوق صحبت میشه درباره زندگی روستایی، چیزی حدود 25 دقیقه، و بعد از اون هم آقای میثم شمسی کارشناس میکانیک یکی از جوانان بلغان هست که درباره زندگی پست مدرن صحبت میکنه. انشالله اگر یه برنامه دیگه هم داریم که انشالله وقت بشه و این کار رو انجام میدید، توسط یکی از آقای صدیقی از روستای کاریان یک برنامه رو اجرا کردن که دارن، انشالله بتونیم وقت کنیم اینجا اجرا بشه. دیر به ما خبر دادن، به امید خدا که بتونیم و شما اگر دوست داشته باشید و ما این کار رو براتون انجام میدیم. آقای روستایی